اوکی، خوش اومدین به این ویدیو. داخل نظرسنجی بهتون گفتم چه ویدیویی بذارم و اکثرتون ترول کردن رو انتخاب کردید. اوکی، کانتنت مورد علاقه من. این ویدیو به 2 قسمت تقسیم میشه. بولو کردن همتیمیامون و کلا اذیت کردنشون که خیلی بال بود. قسمت دوم اختصاص دادم به یه آپاراتور که وسط استریم اسنایپش کنم و این هم یه طور ترول کردن حساب میشه دیگه. آره، توی ویدیو واقعا بهمون خوش گذشت و خیلی صحنه‌های عجیبی اتفاق افتاد. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه من باش، چون اگه تا آخر ویدیو نگاه کنی واچ تایم برای من حساب میشه و واقعا برام مهمه تا سریعتر مانیتایز شم. مرسی نگاه میکنی، لایک و فراموش نشه. بریم تو ویدیو. حاجی اصلا از این اسم MP خوشم نیومد. اصلا 82 یعنی چی؟ اصلا من خوشم نمیاد. ببین اصلا خوشم نمیاد. تموم ترولش میکنیم. تو چرا باید بریج بکشی؟ اصلا ترول شد. ما شیرز نداریم. خداحافظ. 1392 یعنی چی؟ وای نگاه کن، فوش بهمون داد. تموم. نه نگاه آقا بیا نگاه آینه خواست نمیخواد جویس آینه بدم میاد. هر کی کیو هر کی بکن، هر کس زیرشو بکن مرد. نه دادم یس دوستان ما اصلا تاکسیک نیستیم، اصلا ترول نمی کنیم با توجه به این که داخل نظر من اصلا شیرز ندارم. شیرز نه هر کی این کارو بکنه نوبه. من جاش دارم خجالت میکشم. برو بینم فشار خاراره تا باشی توی به ما نکنیم. اینو مثلا نمیبینیمش. بزن فایربال بزن یه ذره دیگه بودی. یه چیزی خدافظ. آره ای بابا تاپ کیلر رانم فشار رو خورد. ببین من اصلا سورد ندارم. من اصلا نگاه کن کجایی. من اصلا سورد ندارم. آرمور ندارم. من اصلا تو بازی نیستم. اوجی نگاه کن. اوجی یه دقیقه نگاه کن. اوه اوتوکیلی که بابا نمیبینی اینقدر بلاک زد زیرش. آره من اصلا فایربال ندارم. اصلا من اصلا کیو 2 تا فایربال و اصلا هیچی ندارم. کی افتاد؟ یک پرتاب. نوشته سایق چالش داری؟ نه داداش من اصلا ویدیو نمیگیریم. اصلا OBS چیه؟ من کرممو ریختم. حاجی طرف منو شناخت فکر کنم. نه میتسانار خودتی. نه برادر مار. ببین ما خفنیم و نگاه کن به خود تلقین کن. فقط میریم اونجا میمیریم. بریم تمومه داداش. اوکی برو نه وای داده خالی بود. نه بابا نزن دیگه. منه ماشی آرم خب وای مرد یس دمت گرم. میدله اوکی میرسیم به بخشی که تصمیم گرفتیم یه استریمر رو ترول کنیم یا همون اسنایپ. این قسمت ویدیو خیلی جالب شد، خودتون در ادامه ببینین. اگه تا اینجای ویدیو هم بودین بنویسین سایق افغان. یکی بچه بیاید حاجی بیا لابی یک یا بابا یه لحظه گایز من دارم یه لحظه وایسا. ببین حامد بچه خوبیه و باید خیلی خوبم ترولش کنیم. حله بریم. رفت یه لحظه وایسید گایز. نمیدونم داره چه اتفاقی میفته ولی هر اتفاقی میفته قشنگ نیست. حامد یه بار رفتیم داخل گیم و دیسکانکت شد. امیدوارم الان هم بیفته تو.
مچ ما حالا آره هست یس بچه می فور بی فور اومدیم عزیزم اومدیم حامد جون. به اصلا جفتشون هم مشخص اومدن برای اسنایپ و آجی میگه جفتشون هم مشخصه اومدن برای اسنایپ و نمیره یعنی حاجی آدم یارمون اسمش اسنایپره امیدوارم عادی. مثل اسمش عمل کنه. امیدوارم این اسمش نمیخواد اینو ببرم سطح بعد وا چرنگیه چرنگ دارم میگم باید همه چی اوکی بشه چرا درکم نمیکنی وای نزا بزنن ای بابا نزا بزنن حواست باشه صدام هست درست یا نه برساسه که یه لدر بیاریم بریم بالا اوکی، یه لدر حامد رو بیاریم زدیم. بریم بالا حامد رو زدیم حامد داشتم دودوشم برادر اوکی این یکی رو هم زدیم این یکی هم یکی افتاد زدم پایین احسان نه احسان نیست نه با یکی بیفته سایلنت پایین زدیم من میرم رو بدشون احسانه جالبه برو رو بدشون ناموسن اولین چیز احسان تمام شد ای بابا چی شد اوه داشتم برای کلاچ نت میکردم برای من نت بزنی اومد زدم اونم تموم شد یعنی زده اوکی آجی یه وایسا چرا دادش بس تلاش کردی بابا چرا من انقدر تینتی نداریم بلوکی نکنه کسی ها حواستون باشه کسی نباشه اعصاب شد آجی بدش زدم بدش ای وای زدم اینو من چرا ندیدم اومد رایت من لگم خب دن سرویس من لگم اومدی منو چیز میکنی حاجی میگه بیا من لگم حاجی پاشو بیا پاشو بیا من اوه یاجی پاشو بیا ببندم سرشون انقدر گرم کردم داغونی. پشت اومدم هی هر بس فریم نرو، یک نرو، لک. نرو، نرو، اصلا نرو، عالی خودم. داداشم هیچی بول ندارم هیچ چیزی ندارم پشت آره، دست حال حامد داداشم تو. بیا حامد حامد داداشی با یارای من چیکار داری بزنیش دیگه نه، نه، خدا نه. 3 تا دمیجه نذارید من بزنم پایین افتاد پایین حامد کیل منه نایس نگاش کن اوه اصلا دوباره یک این ریزن سالا دهن سری سالا رست استرینر رو خدا تمام شد دورانش تمام شد ویو نمیخوره سالا رست استریمرها دیگه چی تمام شد؟ شد ویو نمیخوره نکن قلب منی سالا دوستت دارم اسمش چی